نأمر بالمعروف ولننهى عن فعل الشر ولنتركها. برادری جوانم، به خودت بنگر و اعمالت را بررسی کن و سپس خود قاضی باش و بر نفس خود قضاوت کن که از جمله کدام گروه هستی. آیا از جوانان هدایت یافته و مؤمن هستی؟ کسانی که به خدا و روز قیامت و ملائکه و کتاب‌های آسمانی و پیامبران ایمان دارند، ایمانی که آنها را به انجام اعمال نیک هدایت کند و از منکرات و از کارهای حرام و ناجایز باز دارد. آیا از جوانانی هستی که تنها خدا را می پرستند و برای او شریک نمی گیرند؟ آیا از جوانانی هستی که تابع که پیرو دستورات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در گفتار و کردار هستند؟ آیا از جوانانی هستی که نماز را برپا می دارند و زکات مال خود را می پردازند و روزه ماه رمضان را می گیرند و حج بیت الله الحرام را به بهترین نحو انجام می دهند؟ آیا از جوانانی هستی که پایبند نصیحتند و خیرخواه اوامر الهی و سنت رسول صلی الله علیه و سلم و همتن مسلمانند؟ آیا از جمله جوانانی هستی که مردم را با حکمت و پند حکیمانه به سوی خدا دعوت می دهند؟ آیا از جوانانی هستی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند و صادقانه حرف می زنند و حق را قبول می کنند؟ آیا از جوانانی هستی که دارای اخلاقی نیک و نفس کریم و قلب پاکند؟ اگر از این گروه هستی، همانا این گروه افتخار امت و رمز حیات و سنبل زندگی خوشبختند. آنان از خداوند امیدوارند که کجی و فساد مسلمین به وسیله آنها اصلاح شود و راه سالکین به وسیله آنها بازگشایی و منور گردد و سنت پیامبران به وسیله آنان زنده شود. اگر از این گروه هستی، بشارت باد به تو که پیروزی و کامیابی در دنیا و آخرت نصیبت خواهد گشت. اما گروه دومی جوانان، آن جوانانی هستند که عقیده باطل دارند و راه و روش آنان نادرست و غرورشان آنها را نابود کرده و خواهشات نفسانی بر آنها غالب شده است. جوانانی که سرکشند و حق را نمی پذیرند و دامان خود را از باطل بیرون نمی کشند. جوانانی که به ضایع شدن حقوق الهی و بندگان او پروایی ندارند. جوانانی که توازن فکری و قدرت تصمیم گیری ندارند. جوانانی که نه راه مسجد را می دانند و نه روزه و نه زکات دادن و نه راه حج را مگر بنابر حسب عادت چیزی انجام می دهند. جوانانی که نصیحت را قبول نمی کنند و فکر و نظریه خود را صحیح و دیگران را غلط می پندارند. جوانانی که بر اخلاق بد خود ثابتند و آن را خوب می پندارند. آنان در واقع بدترین اعمال را انجام می دهند و همت و سعی خود را در تلاطم زندگی طوفانی گم کرده اند. بعد انجام می دهند و گمان می کنند که کار آنها نیک است. دوست گرامی، اگر از این گروه هستی یا بعضی از صفات این جوانان را داری، قسم به خدا که در راه خطرناک قدم گذاشته ای و بیم آن می رود چون بیمیری از گروه جهنمی ها قرار گیری. العیاذ بالله.